سلام. به اپیزود دیگه از روایت بی‌نقاب خوش آمدید. اگه این روزها تو خیابانای تهران، اصفهان یا سنندج قدم زده باشی، احتمالاً روی سقف برخی موزه ها و بناهای تاریخی یه نشان عجیب و غریب دیدی. یه سپر آبی و سفید. این نشان فقط یه طرح گرافیکی ساده نیست. فریاد بی صدای یه تمدن برای بقای خودش. ما توی اردیبهشت سال 1405 یا می 2026 هستیم. در حالی که اخبار آتشبس و مذاکراتی که از اسلام آباد جوش خورده تیتر اول همه رسانه هاست، یه فاجعه خاموش تو قلب شهرهای ما رخ داده. امروز نمیخوام از سیاست حرف بزنم مثل روزای دیگه. میخوام از سنگهایی بگم که حافظه ما هستن و کلماتی که سنگر آخر ما شدن. امروز میخوام ببینیم وقتی موشکا به هویت یه ملت شلیک میکنن، ادبیات چطوری قد علم میکنه. گزارش های اخیر یونسکو که توی همین 17 آوریل 2026 چاپ شدن، قلب هر ایرانی رو به درد آوردن. کاخ گلستان، تنها اثر ثبت جهانی یونسکو توی پایتخت، در دومین روز جنگ به خاطر موج انفجار و ترکش‌های ناشی از حمله به میدان ارگ دچار آسیب‌های خیلی جدی شد. پنجره‌های رنگی و تالارهای آینه‌کاری که 400 سال تاریخ رو تو خودش جای داده بودن، حالا زخمی شدن. اما عمق فاجعه تو اصفهان رقم خورد. یکی از تاریخ‌نگارای هنر میگه عمارت 40 ستون شاید بدترین آسیب رو در میان تمام سایت‌های میراث فرهنگی ایران دید. تصور کنید کاشیکاری‌های دوران صفوی و پنجره‌های گرهچینی که شاهکار هنر جهان بودند، زیر امواج انفجار چطوری خرد می‌شدند. وزیر میراث فرهنگی توی مصاحبهش با یکی از رسانه‌های خارجی گفت ما اینجا از سنگ و ملات حرف نمیزنیم، از حافظه یه ملت حرف میزنیم. این سنگ ها شناسنامه ما هستند. این یک جنگ آگاهانه علیه هویت ماست، هویت ما ایرانی ها. شاید بپرسید پس اون شیلد های آبی، سپرهای آبی به چه دردی خوردن؟ این پروتکل که در کنوانسیون 1954 لاهه تصویب شد، قرار بود مثل صلیب سرخ برای اماکن فرهنگی عمل کنه. پیامی به خلبانا و طراحای نظامی که یعنی اینجا یه هدف نظامی نیست، اینجا قلب تاریخ بشره. بیش از 120 موزه و بنای تاریخی در ایران با این نشان علامت گذاری شدند. اما رئیس سازمان جهانی شیلد آبی یه حقیقت تلخ رو فاش کرد. میگفت در جنگ‌های مدرن وقتی موشک‌ها از صدها مایل دورتر شلیک میشن، نشان روی سقف عملاً بی اثره. نشانی که روی سقف گذاشته میشه عملاً بی اثره. در واقع تکنولوژی نظامی اخلاق تمدنی رو پشت سر گذاشته و این یعنی میراث ما بی‌دفاع‌تر از همیشه زیر باران موشک‌ها مونده. خب حالا بیایم از سنگ‌ها به کلمات پل بزنیم. وقتی موشک‌ها، من احساس میکنم که خیلی شاید جالب نباشه از این واژه استفاده میکنم، پس به جای این واژه از این به بعد از پرتابه ها استفاده میکنم. وقتی پرتابه ها لغتنامه ها و موزه ها رو هدف میگیرن، ادبیات چطور به آخرین سنگر مقاومت تبدیل میشه؟ تو تاریخ ما مردی هست که تمام زندگیش رو وقف ساختن یک قلعه از کلمات کرد. دکتر محمد معین اولین کسی بود که توی ایران دکترای ادبیات فارسی گرفت و 27 سال از عمرش رو روزی 18 ساعت صرف تدوین فرهنگ فارسی کرد. بیشتر از 1,300,000 فیش نوشت تا زبان فارسی رو از دستبرد زمان حفظ کنه. اما بخش ناگفته
و دراماتیک ماجرا اینجاست. توی آذر ماه 1345 در حالی که استاد معین غرق در تدریس و واژه‌گزینی بود، ناگهان در میانه یک بیت شعر تشنج کرد و به زمین افتاد و این آغاز یک خواب طولانی برای دکتر معین بود. دکتر معین 1635 روز توی سکوت کما موندگار شد. این سکوت 5 ساله شباهت عجیبی به وضعیت امروز بناهای تاریخی ما دارند. بناهایی که زیر آواز انفجار ساکت موندند، اما هویت ما رو تو دل خودشون حفظ کردن. وقتی دکتر معین تو سال 1350 فوت میکنه، محمود عنایت توی این مقاله با تلخی می نویسن تهران مرگ دکتر معین رو حس نکرد، چون شهر در زرق و برق مدرنیته کاذب غرق شده بود و نمیدونست چه ستون بزرگی رو از دست داده. وزیر میراث فرهنگی راست میگفت. مرمت هر چقدر هم کامل باشه هیچ وقت نمیتونه یه اثر رو به نقطه اولش برگردونه. هر ترک روی ستونهای 40 ستون یه زخم دائمی بر پیکر تاریخه. اما میراث ما فقط سنگ نیست. میراث ما کلمات دکتر معین، اشعار حافظ و روایت‌هایی که هیچ پرتابه‌ای نمیتونه اونها رو منهدم کنه. اگه سنگ‌ها فرو بریزن، ما با کلماتمون اونها رو دوباره توی ذهنمون بنا میکنیم. شما تو این روزها وقتی خبر آسیب دیدن موزه‌ها و کاخ‌ها رو شنیدید چه حسی داشتید؟ فکر میکنید کلمات میتونن قوی‌تر از پرتابه ها باشن؟ تا یه روایت بی‌نقاب دیگه پاسدار حافظه جمعیمون باشیم.